میشید. دندانو نمیپوسد نمیریزد. هر شب دندانو غرغره کردن در کار با آب با نمک آب یا با سودا یا با روغن. خیلی عموما من یک 30 پونکتی در عمری در اینجا قید کردگی. اگر همین چیزای در اویله ها شته صحبت کرده همین یادتیان بچه‌ها شوبا و هم کوچه هم به حرمت و احترام و سخن گفتن و موسیقی گوش کردن همین درس است. مثلا از یک بیمار اومد روزی در روز بسیار گام میزده است همین تکنولوژی گفتگوی تلفن هم نمیدونن مردم. همین گوشش داشته ها با میگفت همین یک طرف گوشم شوم دوره یک طرف من گفتم کدوم گوشت خیلی تلفن گام میزنه میخواد. من گفتم این گوش خیلی دیگه گام نزن. برای که این حوزه معلوم نمیشد من همین جوانای ما حوزه نگاه میکنم بعد 7 سال 10 سال سرطان بسیار شده است اعصاب تلفن‌های موبیلی اعصاب زیاد شده اتومبیل‌ها گازهای چیز جدا شدن. عامل دراز عمری با اصولی بوتیکو چگونه است؟ من همین بوتیک لابراتوری ساخته حساب کرده برآمدگی همین نفسی آدم و چقورش حساب کرده برآمدگی همین نفس کری سطح اوگلیکیسلی گازو کسرات حساب میکنه همون اینجا عمری آدم هم دراز میشه لیکن آدم گیاه تیه دگر همون گیاه رفته با همه جو اصولش ارگانیسم انسان به قوت میکنه. یعنی این هم یک واسطه دراز عمری شده میتونه. سال 2016 در ولایت سوق با تشبث انیخترش با قرار رئیس ولایت سوق عبدالرحمن قادری سال فردی سالم اعلان کرده شد از آن خاطر که مردم امروز باید خودشان به مسئله نگاه داشتن سالمی خود حفظ سلامتی خود توجه کرده باشند. البته این علاقه نشانه خردمندانه همه رئیس ولایت نشون میدهد چون که هر یک مرد عاقل کوشش میکند که مردمی همون دیارش سالم باشند و سلامتی کی مهیا میکند خود شخص راهبر یک راهش نشون میدهد که امروز من ما متخصصا مردم توصیه دادم که چیکار کردن در کار چه خیلی استفاده کردن در کار و پیش از آن که مثلا فرد سالم گوییم اینا همش آموزش سر میشه آموزش برای اینکه از باغچه از مکتب و متخصص تیار کردن در کار مثلا منم بیماری‌های زیاد از سری خودم گذراندم امروز که کمک تصوراتم نسبتی سلامتی پیدا شد من حاضر همین خودم یعنی که رگولروفکا کردم ایستم بدن انسان یک ترازو برین بلندم شد حالتی مثلا کسلوت شلاشنی رونویسی میگود بیمار میشد پستم برای همین مثلا من بسیار آدم‌ها توصیه میکنم که ساده استفاده برید یک قاشق ساده 200 گرم آب نوشید سولفیا نیست میکنه خوش صادقتی حاضر یا دکتر ایتالیانی نویسنده طول 3 ماه بیماری‌های سرطان نیست میشد چون که یکی از سبب‌های این گریب است مخصوص باکتریا هست همون ساده همون نیست میکند خودش علم طب هم به آخر هست مثلا امروز اگر وقتی که من چندی مراتب سالها شدم در کتابخانه طبی در شهر مسکو 5 اتاج اینقدر کتاب ما همه که حجم ما یک چیز یا آدم تا آخر آموخته نتوانستیم و در چیزی همون سینا منم همین یک روبایی نوشتم که 40 سال باز من در عمل با آدمان و هم اجل اما نیافتم داروی درمان کند درد اجل فقط از قهر گلوسیا من میخواستم به تماشاگران حتما بگم که همین این گیاه ها رو تا بیمار شدن استعمال کنند اگر بسیار خوب میشد زیرا که در این حالت بعد استعمال این گیاه ها همچون چای شسته همون پیداشوی بیمار پیشگیری میکنه آسانش همین باشه اساسا علم طب باید پیشگیری کننده همون پیش از کسل توبت کردن پیشگیری کردنی کسل بهتر است حالی آدم ها قدر سلامتی رو نمیرسن آدم های ما کسل شده وزبین شدن سال نزد طبیب یا نزد گیاهشناسی میرن همین پیشتر استفاده برن نقصتر میشد. بله خب تشکری زیاد. بیننده های عزیز و ارجمند این بود صحبت ما در برنامه نوبتی میز مدور که به سال 2016 سال فردی سالم بخشیده شد. در صحبت ما اشتراک داشتند ملا ظهور طاهری رئیس اساسیاسیون کسبی طبیبان خلقی نامزد علم های طب اکادمیک عبدالرحیم توجیبویف طبیب گیاهشناس و میرزا قربان همدموف دیرکتور مرکزی برقرارکنی سلامتی همدم با اصول بوتیک و دکتری درجه عالی. برای اشتراکتان در برنامه و صحبت خیلی مفید برای بینندگان در بابت راه آوردن به طبیعت استفاده از گیاه درمانی اظهار سپاس می‌کنیم. سلامت باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید. بیننده های عزیز و ارجمند خیر تا دیدار در صحبت های آینده. از پی سلامتی خود باشید.